دولت امریکا برای مدتی تعطیل شد. میدونم که این خبر جدیدی نیست و همتون اینو میدونید و میدونینم که معنیش بحران بیشتر و بیکاری بیشتر و بیپولی بیشتر و خلاصه بقیه‌شو خودتون میدونید و اینجاست که ضرورت داشتن این بیزینس آنلاین براتون بیشتر مشخص میشه. بیزینسی که وابسته به هیچ کس و هیچ چیزی نیست، مال خودتونه و مخصوصا اینکه اینجا درگیر فروش هیچ محصولی نیستید که حالا قصه شیپینگشو بخورید، حالا این محصول نمیدونم انبارداریش چی شد، چطور شد، هیچ کدوم. اینجا یاد میگیری که چطور توی سوشیال مدیا فعالیت بکنید و به درآمد برسید و قصه هیچ چیزی رو نخورید، چون این بیزینس هیچ کس نمیتونه ازتون بگیره. به من پیام بدین تا اطلاعات بیشتری براتون بفرستم.